ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در رابطه با صدمه پرقربانی نیمه دوم روز 21 ایون سال 2023 در مرکز دوشنبه که 4 کشته به جا گذاشت به ضد کارمند بدعه یا بازرسی دولتی اتومبیلی مایور میلیسیا ارزوبک حبیبزاده پرونده جنایتی گشودند. میلیسیا پایتخت تاجیکستان گفت این صدمه در روبروی طرفخانه چمنورا محض با عیب افسر میلیسیا که ماشین جیپ BMW را با سرعت بیش از 100 کیلومتر ساعت حرکت میکرد رخ داده است. از ماده پرونده جنایتی به ضد مایور بازداشت شده برمیآید که به احتمال غالب او مست هم بود. اکنون به مایور حبیبزاده برای مرگ 4 نفر بر اساس قسم 5 ماده 212 از 10 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بنا به تفصیلات نوی که مرکز مطبوعات میلیسیا دوشنبه روز 23 ایون نشر کرد، نیمه دوم روز 21 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 16:20 حبیبزاده ارزوبک ما شریف سال تولدش 1984 ساکن شهر دوشنبه نویه شاه منصور بازرس دولتی اتومبیلی شعبه نظارت تکنیکی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رتبه نظامیش مایور میلیسیا همراه سلطانوف سوراب سال تولدش 1981 ساکن شهر دوشنبه با ماشین سبکرو تمغه BMW X5 سال برایشش 2015 رقم قید دولتیش 111 WA 01 نشسته به سمت کوچه گنجوی حرکت کردند. تخمینا ساعت 17:20 هنگامی از جانب حبیبزاده با سرعت زیاده از 100 کیلومتر ساعت در راه ماشینگرد کوچه گنجوی پایتخت از سمت کوچه سامونی به سمت کوچه کرم حرکت کردند. در روبروی بنای طرفخانه چمنورا ماشین BMW مقابل سمت حرکت رو برآمده به ماشین تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 3177 MB 01 تحت اداره شهروند زبیروف یوسف ساکن شهر دوشنبه که از سمت کوچه کرم و به سمت کوچه سامونی حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه این صدمه نقلیاتی مسافر ماشین تمغه BMW X5 سلطانوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته راننده مرسدس بنز زبیروف سال تولدش 2010 ساکن شهر دوشنبه و مسافران داخل اتومبیل او شریپوف نوزم سال تولدش 1993 ساکن شهر دوشنبه در جای حادثه و نعمت الله محمد رحیم سال تولدش 1989 و پسر نابالغش نعمت الله محمود سال تولدش 2020 ساکنان نویه رودکی از جراحت‌های برداشته شده در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. میلیسیا گفت از جانب دادستانی شهر دوشنبه نسبت حبیبزاده ارزوبک ما شریف با ماده 212 قسم 5 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیش پیشکی ادامه دارد و نسبت گناهکار چاره‌های قطعی دیده می شود. دادستانی شهر دوشنبه نیز روز 23 ایون بر اساس قسم 5 ماده 212 آغاز کردن پرونده جنایتی به ضد ارزوبک حبیبزاده را تصدیق کرد و خبر داد که گمانبر به حبس پیشکی گرفته شد. میلیسیا و دادستانی درباره در کدام حالت قرار داشتن مایور میلیسیا هنگام با سرعت بیش از 100 کیلومتر ساعت راندن ماشین چیزی نگفتند. اما قسم 5 ماده 212 کدکس جنایتی تاجیکستان مجازات برای صدمه‌های را پیش بینی می‌کند که با عیب شخص در حالت مستی قرار داشت یا شخصی که حقوق اداره کردن واسطه نقلیات را ندارد صادر شده و از بی‌احتیاطی باعث مرگ 2 و یا از این بیشتر شهروندان گردیده است. به حبیبزاده بر اساس این بند قانون همچون جزا از 10 تا 15 سال زندان و محروم نمودن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت از 10 تا 20 سال تهدید می‌کند.